سلام تماشاچیان دوستای گرامی، بهزاد هستم از شهر فیلادلفیا آمریکا. حالا باشد در مرکز شهر فیلادلفیا قرار داریم. با بینایی که میبینید میخوام که دربارش کمی معلومات بدیم. با از خود بالا سر میکنیم. اگر خود شب است کمتر دیدن نمیشه. اگر بالاش اهمیت یک مجسمه است، یک هیکلی نفر ایستاده است که اساسگذار شهر فیلادلفیا است، ویلیام پین. بعدن ساعت درازیش 8 متر است، اما اقربه ساعت خودش 4.5 متر. بنا در ظرف 30 سال ساخته شده است و بعدا به استفاده داده شده. ببینید که این بنا یکی از بناهای بلندترین در جهان به حساب می رود. سال 1900 تا سال 1910 درازی بنا 167 متر است. از 700 خانه عبارت است. البته این خانه های استخامتی نیست، کارخانه حکومتی است. یکی از بناهای تاریخی شهر فیلادلفیا به حساب می رود و بسیار هم جالب است. این حالا باشد اطراف نشان میدیم که بناهای چگونه زیبا و دیدنی در شهر فیلادلفیا وجود دارد. البته نفرایی که به امریکا کوچ بستگی هستند از اروپا آمده هستند، همین خاطر ساختمانش بسیار هم به اروپا مانند است. طرح همین بنا را یک آرکیتکتوری شوتلندی ساخته است. دوستایی که در دیگر شتا زندگی میکنند یا که عموما در تاجیکستان هستند، در دیگر کشورها هستند و وقتی که امریکا اومدن حتما شهر فیلادلفیا رو بیایید ببینید، چون که جایهای تاریخیش خیلی زیاد است. خدا نگهبان همه ما و شما باشد. با تاجیکان امریکا بمانید.